من از یوتیوبرای ماینکرافت خواستم بهم بگن که کجا تو دنیای واقعی ماینکرافت بازی کنم و هر مکانی که بگن منم باید دقیقاً همونجا ماینکرافت بازی کنم. از خطرناکترین و هیجان انگیزترین جایی که میشد فکرشو کرد تا جایی که بازی کردن با گوشی غیر قانونی حساب میشه، حتی یه جایی که فقط نشستن توش میلیاردی خرج برمی‌داره ماینکرافت بازی کردن. خب بچه‌ها، اول یوتیوبری که قرار بگه که کجا ماینکرافت بازی کنیم عمو قیصره و بریم ببینیم که چی گفته. حدس بزن چی شده؟ کارت ساخته است. اردک بهم پیام داده که چالش بهش بدم تا یه جای ماینکرافت بازی بکنه. دور خودتو کندی. چی میشه اگه تو بلندترین ارتفاع برج میلاد ماینکرافت بازی بکنی؟ برج میلاد دهنت سرویس. خب اگه انجامش ندی اون موقع با قیصر قزوینی طرفی. دهنت برج میلاد آخه من ترس از ارتفاع دارم. مثلا مگه میشه اونجا رفت ماینکرافت بازی کرد؟ فکر نمی‌کنم اونجا که زیرش خالی باشه بذارن مثلا گوشی ببریم. خب بچه‌ها ما اومدیم برج میلاد و اینکه الان می‌خوایم چالش عمو قیصر رو انجامش بدیم. من این بند رو خریدم، یه جلوی اینو بگیر. این بند گوشیه که به گردنم متصل بشه که این گوشیم نیفته وقتی می‌خوام بریم بالا و ماینکرافت بازی کنیم. و امیدوارم که بذارن که سوار تابش بشیم که زیرمون خالی باشه و خیلی حس بالاتری بگیریم. ببینیم میتونیم سوار تاب بشیم یا نه. داشتن که تابش رو سوار بشیم و بیتش هم گرفتیم. آسانسور بیاد و بریم بالای برج میلاد. الان بریم تابش رو سوار بشیم. امیدوارم که نیفته. وای اینجا رو یا خدا بچه‌ها. خب برای این چالش هدفم توی بازی ماینکرافت پیدا کردن یه دونه دایمند گذاشتم و بریم که میتونیم انجامش بدیم یا نه. اوکی بریم. استارتشو بزنیم. وای اوکی. وای چوب باید بکنیم اول. چوب. بابا الله رحمت داره. وای اینجا رو. وای من لنگام رد نمیشه. میخوای منو بذاری پایین؟ وای گی کردم این تو. وای من گی کردم. پاس بده بالا. وای اون زیرو نگاه. وای خدایا. شیبریک پیدا کردم. شیبریک کشتی. درک داداش. اگه توش دایمند بشه تموم میشه همین. اگه توش دایمند بشه تموم میشه. اینا توش دایمند. وای وای جون مادر. وای توش هویجه. تو هویج. قار بده. الان چرا خوبه الان چوب کندیم خواهم دنبال قاریم. وای وای یس خار چوب بکنیم. من بمیرم با جامپی کشی نمیدم سر دست من نباشه. وای چوب بکن. آجی داره میتونیم. وای اون پایین رو نگاه. وای استرس پام گرفته. پشما اون پایین رو نگاه. من اصلا میکنم زیبا برو. ببینی؟ آره. وای نمیرم. افتادم تو آب. یس کریپر چی میشه؟ مادر نمیشه. ماشاءالله تو میتونی. من چقدر افتادم تو آب. وای پشما همینجا من چوبا اینا میسازم. وای پیکاکس. اوکی آروم شد خیلی خوبه. الان چیدم واقعا چیدم. بچه‌ها اینم اینجا معلوم بشه راحت ببینید که من دارم اینجا بازی میکنم. وای پایین خیلی بده. من دارم میلرزم داداش. پایینش رو نگاه کن. پیکاکس سنگی. پایین. وای تونل رو آهن پیدا کنیم و دایمند. طلا میخوام چیکار؟ آیرون بده. آیرون نه بزن بزن هر چقدر میتونی ماین کنی. ماشاءالله اوکی داره آیرون پخته میشه. نه وای سامی داره میکشه. بابا سامی داره میکشه. اونو ول کن. ما کشت. منو کشت. وای تو رو قرآن. پیکاکس آهنی. یس فقط دایمند میخوایم. وای چی نمیبینم اینجا. منو کشت. دوباره منو کشت. نه منو کشت. سامی منو کشت. وای نکن. نه وای بابا من دوباره تا الان مردم. امیری خب وای بالاخره واسم تونستم پیدا کنم. دایمند اینجا پیدا نمیشه. یکم برو پایین. من میگم یکم برو پایین. دایمنده واقعا نه برو لاوای اینجا. برو بزن برو بالا بابا. برو کاریت نباشه من. وای سوخت. وای دایمند بکن. یس دایمند. یس تموم شد. پایان به عمو قیصر بده. عمو قیصر خیلی دوست دارم. خب بچه‌ها بریم سراغ چالش بعدی. اون که قرار ناروتو بهم چالش بعدی رو بگه. لرد اردک ازم پرسیده بهش یه جا بگم توش ماینکرافت بازی کنه و از اونجایی که میدونم قراره بری کیش، چه بهتر از هواپیما. و نه هر جای داخل هواپیما، داخل مستراح هواپیما. برم چیکار میکنی؟ اوکی ببینیم تو انجام شد یا نه. که ما سوار هواپیما شدیم و هواپیمای خیلی خوبیه. قرمز بود رنگش جالب بود. این در کامل باز میشه و منو همه کسی که اینجا هستن
هواپیما بلند شده بود و من منتظر یک فرصت خوب بودم که سریع برم دستشویی، چون بعد کارم سریع تموم میکردم و وقت اضافی هم نداشتم. رفتم سمت دستشویی ولی نفر داخل بود، پس وایسادم که بیاد بیرون تا کارم انجام بدم. وارد شدم. الان میخوام بریم خیلی مواظب. اینجا ماینکرافت رو اجرا کردیم، خیلی استرس. خب برای این چالش چون زمان زیادی نداشتم و هر لحظه ممکن بود که مهمان هواپیما بیاد، هدفم توی ماینکرافت فقط ساخت یه دونه کرافتینگ تیبل گذاشتم. از شانس بعدم توی دیزرت اسپان شدم و اینکه این کارو برام خیلی سخت‌تر میکنه و ببینیم که میتونیم انجامش بدیم یا نه. این چالشمون هم با موفقیت انجام شد و بریم سراغ چالش بعدیمون. Let's fucking go. خب بچه‌ها چالش قبلی انجام دادیم و رفتیم تو دستشویی هواپیما ماینکرافت بازی کردیم و اینکه الان مهدی لمبو قراره بهمون بگه که کجا ماینکرافت بازی کنم و اینکه ببینیم کجا رو میگه. اوکی 1 2 3. well اوکی اردک. از اونجایی که دفعه قبل بهت گفتم برو سوار لامبورگینی شو، این بار بهت میگم برو سوار یه ماشین انگلیسی شو، استون مارتین، رولز رویس یا مکلارن. اگه تونستی پیدا کنی لطفا برام سوار کن. برای بچه‌ای که نمیدونن من قبلا همچین ویدیو درست کرده بودم مثل همین ویدیو و یوتیوبر به من میگفتن که کجا ماینکرافت بازی کنم. نه، یوتیوبرها بهم چالش میدادن، یعنی یه کاری میکردم من تو واقع انجام میدادم. و مهدی لمبو اون موقع به من گفت سوار لامبورگینی شو و دوباره اومدم تو همینجا تو کیش سوار لامبورگینی شدم و الان که داره میگه سوار ماشین انگلیسی شو. بریم ماشین انگلیسی پیدا کنیم و سوارش بشیم. Let's fucking go. تو کیش یه هتلی هست که پر از ماشینای گرون و سوپرکاره. اونجا میتونیم ماشین انگلیسی پیدا کنیم و سوارشون بشیم. بزن بریم هتل پالاس و ببینیم که میتونیم سوارشون بشیم و توی ماشینا ماینکرافت بازی کنیم. Let's fucking go. توی یک از رنتکارهای توی کیش و این ماشین مکلارن داریم و فراری هم هستش ولی میخوایم مکلارن سوار شیم و این تو ماینکرافت بازی کنیم. خب مکلارن خیلی خفن و خوشگلیه. بریم که دست درش رو باز کنیم. اگر بتونم درش رو باز کنم اینجا یه دکمه است فکر کنم. اوکی باز نمیشه. اوکی واو اوکی. برای اولین بار میشیم توی این ماشین واو اوکی. برای اولین بار توی مکلارن نشستیم و میخوایم ماینکرافت بازی کنیم. داخلشه، این از پشتشه، یه ویو انجام بهتون بدم و خیلی ماشین خفنیه مکلارن. بعد خب بریم گوشیمو بیارم و توی خودش ماینکرافت بازی کنیم و این چالشو انجام بدیم. یه خورده بس سریع باشم چون زیاد نمیتونم تو بشینم. داشتم بریم بازی می‌کنیم که راحت تر بتونیم بشینیم. ماینکرافت پلی بدیم. خیلی ماشین خفنیه. گوشی زیاد خوب نیست برای این کار، مشکلی نداره. با همین گوشی پلی می‌زنم. اگه باز شه. خب همونش که می‌بینید ما توی مکلارنیم و خیلی خفن داره میشه. خب بریم ماینکرافت توی گوشی اجرا کنیم. امیدوارم همه چی اوکی باشه. خیلی استرس دارم، زیادم تایم نداریم و بعد یه خورده ماینکرافت بازی کنیم. اوکی این از ماینکرافتمون وارد ماینکرافت بشیم. توی مکلارن قشنگم اونورم فراری هست و اوکی منتظریم که ماینکرافتمون اجرا بشه برامون. اوکی تایم نداریم و امیدوارم که تو این گوشی لگ نشیم. گوشی اصلی نیست و مثلا فقط این اوکی کنم برای الان. اوکی خب تنها وردم که داریم همینه، پس وارد همین میشیم. بالا بیا بالا بیا بالا بیا. اوکی هدفمون چی بذاریم؟ یه خورده بازی میکنیم و تموم دیگه. اوکی ماینکرافت توی مکلارن. فکر کنم اولین نفری هستیم که توی مکلارن داریم ماینکرافت بازی میکنیم. امیدوارم فقط خوب اینجا بزنم. همینجا خوبه دیگه. آره همینجا خوبه. خب اول بریم یه خورده چوب بکنیم. چوب از قبل داریم مهم نیست، فقط کرافتینگ تیبل درست کنیم سریع و جایی که میتونیم انجام بدیم تا تقریبا 8 دقیقه میتونیم اینجا این تو بمونیم.
داره لگ بازی در میاره. ببین من تو مکلارن گوشیمون نکات چجوریه. من گوشی خودم که دارم فیلم میگم، گوشی اصلی خودم که دارم با فیلم میگیرم، گوشیمون متاسفانه شارژش تموم شده بود و من شدم این گوشی بعدا رو بیارم. اشکال نداره، با هم یه کاری میکنیم تا یه جایی میریم. وای تو رو خدا چیز نشد. ماینکرافت ایزن ریسپارینگ داری شوخی میکنی با من، داری به خدا با من داری شوخی میکنی، داری با هم شوخی میکنی. شانس رو میبینید بچه‌ها، شانس میبینید. امیدوارم که معلوم بشه. خب کرافین تیبل، فقط کرافین تیبل به من بده آقا، فقط کرافین تیبل بده. من دیگه برام دید بازی تمومه. تو رو قرآن یه کرافین تیبل. این داری چیکار میکنه اینجا؟ این داری چیکار میکنه؟ کرافین درست شو بابا دیگه کرافین تیبل نمیتونی درست کنی. اوکی بریم کار دیگه انجام بدیم. کرافین تیبل نمیتونیم بسازیم. آقا ما چالشمون تا الان انجام دادیم. مکلارن سوار شده داریم ماکرافت بازی میکنیم، فقط داره خیلی اذیت میکنه. آقا یه خوک بکشیم، یه غذا بخوریم، فقط یه خوک بکشیم غذا بخوریم. من همین برای من کافیه برای این کار. وای وقتی همه پول دادی مکلارن خریدی و هیچ پولی نداری که گوشی بخری. آقا چیزام کرافین تیبل درست شد میبینید، ولی وای میبینید کرافین تیبل درست شد. خیلی لگ داره. وای دوباره ماکرافت. وای شوخی نکن با من، شوخی نکن. وای بش همینجوری مردیم. میبینید شما میکنید من تو ساعت میبینم بخورده. اگه اشتباه هستش دیگه ببخشید دیگه. تا دیگه تونستم پلی دادیم و این چالش رو انجام دادیم. توی مکلارن ماینکرافت بازی کردیم و باختیم متاسفانه. آقا این مکلارن واقعا خیلی خفنه. ببینید جورشو مانیتور داره. تو این میتونیم ما بازی کنیم. حتما به این دسته میزنیم. آقا اینجا رنتکار مولایی هست توی کیش هتل پولاس و حتما بیاید سر بزنید. خیلی خفن بود. کلی ماشین خفن دارم. فراری، لامبورگینی روس هم داشتن، لامبورگینی راکان و اینم که مکلارن بود و اینا بطور بود. هنوز این روه. اوکی عالی بود و اینم که من اصلا مارتین اگه اشتباه نکنم و اینم که فراری مونه خیلی خفن بود. اونم که آودیه و کلی ماشین خفن اینجا داره. میتونید برید اجاره کنید و لذت ببرید. مکلارن توی ایران کارتون میشه. منم هستم اینجا. یه وقت فکر نکنید الکیه چه میدونم از این نفر دیگه فیلمشو گذاشتم. خودمم اردکم و این هم از مکلارن خیلی خفنمون و بریم. فکر کنم ویدیو تموم کنیم دیگه. مرسی که دیدید و تا ویدیو دیگه فعلا خداحافظ.